معاون سردار خدمات بخطری قطاره‌های روی آهن ولایت قطلون ظاهرشاه فیض‌اللهیف در نشست مطبوعاتی خبر داد که نرخ چپتای قطاره روی آهن از شهر دوشنبه تا وокزال شهر ولگاگراد روسیه تقریباً 1400 یا 1500 سومونی را تشکیل خواهد داد. اگر چپته پیشتر برای مثال یک ماه پیشتر خریده شود 200 یا 300 سومونی ارزانتر می شود. علاوه کرده است فیض‌اللهیف. او افزود روزهای نزدیک فروش چپته‌های قطار از دوشنبه به ولگاگراد آغاز می‌گردد. اخیراً ارژده یا شرکت روی آهن روسیه خبر داد که حرکت قطارهای مسافرکش بین تاجیکستان و روسیه که از 7 مارس سال 2020 به سبب کرونا ویروس متوقف شده بود از 3 آگوست سال 2022 دوباره برآمده می شود. قرار است حرکت قطارهای مسافرکش از شهرهای دوشنبه و خوجند تاجیکستان تا شهر ولگاگراد روسیه برآمده شود. جدول حرکت قطارهای شرکت روی آهن تاجیکستان چنین است: از 3 آگوست خط سیر رقم 329 303 دوشنبه ولگاگراد هفته یک مرتبه، روزهای سه‌شنبه از دوشنبه به سمت ولگاگراد حرکت کرده، روزهای جمعه از ولگاگراد به سمت دوشنبه برآ می‌براید. از 7 سپتامبر خط سیر رقم 359 360 خوجند ولگاگراد هفته یک مرتبه هر روز چهارشنبه از خوجند و روزهای شنبه از ولگاگراد براه می‌براید. سفر با قطار روی آهن از تاجیکستان تا روسیه و برعکس به هر طرف 2.5 شبانه روز و در عموم 5 شبانه روز را در بر میگیرد. یادآور میشویم ماه مارس سال 2020 روسیه به سبب کرونا ویروس مرزهایش را بست و مسافرکشانی را با اکثر کشورهای دنیا از جمله با تاجیکستان قطع کرد. پروازهای منتظم هواپیماها بین دو کشور از 1 اپریل سال 2021 از سر گرفته شد، ولی از سرگیری حرکت قطارها و اتوبوس‌ها قریب 2.5 سال طول کشید. روزهای 18 ایول ازبکستان اعلام کرد که حرکت اتوبوس‌ها را تا روسیه از سر میگیرد. مسافرکشانی با نقلیات زمینی بین کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به ویژه برای آن مهاجران کاری که توان مالیویشان ضعیفتر بوده زورشان برای پرداخت چند صد دلار برای چپته هواپیما نمیرسد مهم است. این قشر مهاجران اکنون میتوانند خود را با خرج کمتر تا روسیه برسانند.